به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام هموطنان عزیز، امید که صحت و سلامت باشین، به دور از آفت ها در کنار فامیلایتان خوش آرام زندگی داشته باشین. امروز یک قرمه مرغ با ماست آماده می سازیم. یک غذای زودپز و خیلی آسان و خوشمزه و با بسیار مواد کم. قسمی که میبینین روغن سرخ کردیم، پیاز ریزه کردیم، در روغن اضافه میکنیم و میگذاریم که اینا خوب سرخ شود و رنگ گلابی رو به خود بگیره. اینا رو خوب شور میدیم که از پیشمون نسوزه و آیسته رو به رنگ گلابی شه. نمک دیش اضافه میکنیم، زود آبش خشک میشه و رنگ گلابی رو به خود میگیره. و قسمی که میبینین من پیاز زیاد سرخ نمی کنم و خاطر از اینکه سرخ شدن پیاز و عموما تمام غذا به معده بسیار ضرر داره و فوایدی که ترکاری باب ما داره اگر ما زیاد سرخش کنیم فوایدش هم از دست میده. و مساله جات زردچوبه، مساله دالچین، میخک و همچنان مرچ سیاه بالایش اضافه کردیم. اینا رو خوب با هم میکس میکنیم که پیاز و امی مساله‌ای که در روغن سرخ شده بویکش بلندتر میشه و غذا میتونه به راحتی بوی مساله رو به خود جذب کنه. و گوشت مرغ بالایش اضافه میکنیم و اینا رو خوب با هم سرخ میکنیم آهسته و یک غذای بسیار ساده و آسان و بدون مصرف زیاد است. ببینین که با بسیار مواد کم ما میتونیم یک مرغ ماستی آماده بسازیم. اینا رو خوب با هم سرخ میکنیم و سر دیگ ما را بسته میکنیم تا ای که باشه مرغ آب می داشته و گوشت مرغ زمانی که سرش بسته میکنیم و ای تفت میکنه و آبش بیرون میشه و به آبش آیسته کم کم پخته میشه. دوستای عزیز، یک غذای بسیار ساده بر افطاری آماده میسازیم و تا آخرین لحظه بیننده باشین و قسمی که ببینین که مرغ تا این حد رسیده و آیسته اینا رو با آب سرخش میکنیم و یک مقدار آب هم بالایش اضافه میکنیم که گوشت داخلش خام نمونه و خوب پخته شه و بسیار مقدار کم آب دیش اضافه میکنیم و سرش بسته میکنیم و مدت 15 دقیقه میگذاریم که آبش خشک شود و گوشت هم خوب پخته شود. یک عدد زردک بسیار خرده بالایش اضافه میکنیم. ببینید تا آخرین دقیقه آشپزی ما رو ببینید که بسیار مواد کم امرش استفاده کردیم، رومی و بعضی ترکاری باب امرش اضافه نمی کنیم و یک غذای بسیار ساده و آسان و خیلی مزه‌دار. ماست بالایش اضافه کردیم دوستای عزیز. اینا رو خوب با ماست میکس میکنیم. خوب اینا رو میکس کردیم و آیسته آبش خشک شد و ببینین که چی یک رنگک خوبش کشید و همچنان یک بوی خوبش کشید. گشنیز تازه را ریزه کرده بودیم همراه مرچ و سیر بالایش در آخر اضافه میکنیم به خاطر از اینکه گشنیز اگر زیاد سرخ شه بوی یکش از دست میده و همچنان در گوشت مرغ در اوایل ما سیر اضافه میکنیم و زمانی که خوب پخته شد بعدن باز هم سیر درش اضافه میکنیم که با کلی خامبویش از بین بره. دوستای عزیز، ای بود غذای زودپز رمضانی و برای افطار. یک غذایی که بسیار لذیذ مزه‌دار و زودپز و بخصوص از مواد بسیار کم آماده ساخته ایم. ببینین لابکشه و گوشت بالای دیشک میکشیم و غذای ما تقریبا آماده است. خیلی بوی خوبش کشیده، عطر بویش تمام آشپزخانه را گرفته. بخصوص دالچین و میخک اضافه کنیم بسیار مزه‌دار میه، امی بویش خوشبو میسازه. دوستای عزیز، اگر ویدیوهای ما خوشتان آمد یوتیوب چینل را سابسکرایب کنین، لایک کنین و لینکش به دوستایتان بفرستین تا باشم ما را حمایت کنن و نگفته نمانه یوتیوب چینل ما خراب شد. البته سیستمش خراب شد، یک یوتیوب جدید جور کردم و از همه تان تقاضا میکنم که یوتیوب چینل سابسکرایب کنین، لایک کنین و
نظریاتتان حتما برای ما بفرستین. و این بود یک غذای ساده و لذیذ و خیلی عطر بوی عالی کشیده و شما هم برای افطارتان آماده کنین. یک غذای مزه‌دار، یک قورمه‌ک بسیار لذیذ با چلو سفید، چکنی سرخ، همش آماده بر افطار تیار است و مرا از دعایتان فراموش نکنین. شاد و موفق باشین. رمضان خوش و خوب، به خیر و به خوبی و با عافیت سپری کنین. الله حافظ و ناصرتان.